سلام. امروز قرار با چند از برش‌های کاربردی سبزیجات که توی آشپزخونه انجام میدیم با همدیگه آشنا بشیم. اولین برش کاربردی توی آشپزخونه برش اسلایسه. دومین برش کاربردی برش ژولیان. برای برش بعدی برش دایس. برش بعدی برش کیوبه که 2 سایز از برش دایس بزرگتره. و آخرین برش چاپ